دوستان عزیز، راستی بسیار وقت ما فکر میکنیم که اگر مشکلمون را گوییم کسی میرنجد، کسی از ما خود را دور میگیرد یا پاسخ سوالی ما را درست جواب داده نمیتواند. ما هر چیز فکرها، هر چی اندیشه ها، هر چیز خیالات و تصورات در سری ما چرخ میزند و بالاخره ما به کسی مراجعت نمی کنیم، سوالمون را نمیپرسیم. در حالت بیماری هم همین گونه است. یعنی خب اگر من نزد طبیب روم، طبیب خیلی بند شاید بودکیست، شاید او امروز در جای کارش نیست، شاید او حالی مرا درست درک کرده نمیتواند، شاید او از من پول طلب میکند. همین گونه تصورات و خیالاتی با در هوایی که داریم ما رو از گرفتن طبابت سری وقتی از درمان جستن باز میدارند، در حالی که بزرگ میگوید راز خود را از دو کس پنهان مدار، از طبیب حاذق و از یار غار. خب یعنی که درد داریم باید به نزد طبیب برویم، درمانمون رو بجوییم. خب اگر مشکلی داریم باید به همون مشکل آسانی که داریم مشکل آسان کن، یعنی که آنی که راه حل مشکلمون رو میداند به اون مراجعت کنیم. مثلا وقتی اگر یک جای درد میکند میدونی که تو باید به نزد طبیب روی، نه به نزد آموزگار. خب وقتی که نیاز به دانش داری میروی نزد آموزگار، وقتی نیاز به مسائل حقوق داری به حقوق شناس و حقوقدان و مقامات حفظ حقوق میروی. همین گونه وقتی که در بیماری سیل خصوصا هنگام طبابت به مشکل دچار میشوید، وابسته به جنبه مشکلاتتان مراجعت کنید دوستان. اگر درد میکند جایتان، اگر تأثیرات نامطلوبی داروها شد، نگاه نکنید، انتظار نباشید که این خود به خود میگذرد و میرود. این گونه حالت نیست. هر چیز باید سری وقت درمان شود، چاره جویی شود. یعنی بپرسید تا راحت باشه. همین گونه وقتی در طبابتتون در خوردن داروها اگر مشکل دارید یا هنگامی سرفه زدن مشکل دارید یا از خودتان خواطر و نگران هستید یا اعضای خانواده، بپرسید. پرسیدن عیب نیست. بنویسید به اون کارمندانی که در مسائل بیماری سیل به شما کمک میکنند و همیشه اعلان آمادگی به این مسئله میکنند، بنویسید، بپرسید، بگویید. و بعضا میگویند اگر بعضی چیزها هست که آدم تا نگوید خالی نمیشود، سبب نمیشود میگویند، یعنی که بعضا وقت درد با گفتن، یعنی با یک کس درد دل کردن آدم یک اندازه روحش بالیده میشود، یک اندازه سبک میشود، بیا که یک قسمت از دردش رو به یک دوستش، به یک رفیقش داده باشد. به همین خاطر میگوید که راز خود را از دو کس پنهان مدار، از طبیب حاذق و از یار غار. خب به همین خاطر دوستان عزیز همیشه از پی سلامتی خود باشید، از پی تندرستی خود باشید، از پی درمان خود باشید و هیچ وقت سهلنگاری چی گویم اندیشه های بیهوده نکنید، به خاطر که شاید دیر شد امروز، فردا می روم، پس فردا می روم، یا شاید فردا می نویسم، پس فردا می نویسم. این عمر در گذر است. همیشه سلامت و سربلند باشید.